سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ این منم اتریش زندگی میکنم. خواستم امروز یه ولاگ بذارم براتون از مسیر اومدنم به اینجا اتریش. خب اینجا تازه خداحافظی کرده بودم از خانواده که خیلی سخت بود و منم ناراحت، اصلا نفهمیدم چطور رسیدم فرودگاه. اینجا رسیده بودم فرودگاه امام و شروع ماجرا از همینجا بود دقیقاً. حاجی فرودگاه چی میگه؟ پروازم به بغداد بود. میپرسین چرا بغداد؟ چون اول میخواستم از امام حسین یه رخصت کوچولو بگیرم و بعدش برم. بعد به اتوبوس بردنمون کنار هواپیما، بعدش سوار شدیم. اینجا هم یه دهن خوندم، یه سیاوش قمیشی قشنگ. اولین بارم بود سوار هواپیما میشدم. رسیدیم به بغداد، پیاده شدیم تو فرودگاه، باید منتظر میموندم. اینجا یکم خسته بود حاجیتون. پرواز بعدین ساعت 4:30 صبح بود به استانبول. خب ساعت 4 صبح من دارم میرم سوار هواپیما بشم. تا میام سوار بشم یه لایک بزن. سوار هواپیما شدیم. خب دیگه اینجا ترکیه هم، شهر استانبول شهر خیلی قشنگیه. بعدش رفتیم خونه یکی از دوستامون. خیلی گشنم بود، داشتم میمردم که اینجا برامون یه آشپزی کردن، دمشون گرم. جاتون خالی، همش گوشت بود. بعدش رفتم یه دوری بزنم تو شهر. خب اینجا هم داشتم میرفتم فرودگاه که دیگه برم شهر وین. شروع قربت از همین لحظه استارت میخوره. نمای آسمان شهر وین رو داریم اینجا و آخرش رسیدیم، بالاخره شد. Herzlich willkommen.